سبحان الله. برای این سبب الحمدلله العالمین نگاه کنید که الله سبحانه و تعالی انا ملائکه را سیارین میآیند، بغیر دیگه ملائکه‌ای که در بدن انسان است با سیارین هستند، یک جا سخنی قیامت برای سخنی شریعت برای جمع میشن، رو بالای هم گوش میکنن، بعدی کجا میرن و ذکرهم الله فی من عنده. این ملائکه بعد مجلس ما خونی زفردان خیزن نزد الله میروند بالا. الله میپرسه از کجا آمده؟ میگه یک بنده در اونجا یک معرکه داشت، چند بنده تا دعوت کرده بود، چی میخواستن؟ میخواستن که خداوند ما را شرمنده دنیا و آخرت نکنی، ما گناه بسیار کردیم، خداوند گناه ما را ستر کن، دیگه گناه نمیکنم، دیگه گناه نمیکنم، خداوند بخش. الله میپرسه که مرا دیدگان؟ نه. اگر میدیدن ترا شوقشان زیاد میشید. دوزخ دیدن؟ نه. اگر دوزخ میدیدن ترسشان زیادتر میشید. جنت دیدن؟ نه. اگر جنت میدیدن شوقشان زیادتر میشید. الله میپرسه چی میخواستن؟ مقصدشون چی بود؟ مقصدشون ملائکه میگن خداوندا مقصدشون این بود که خداوندا ما را خوب نعمت زیاد دادی، یک محل کم بغل بودیم بویمون کردی، یک محل هیچ شرایط نداشتیم، دوشنبه آمدیم در کیسمون یه سومون نداشتیم، همه چی دادی، خانه ایتاژ زمینی ماشین هر چیزی بهترین استالویا در ششلی خری میریم، زنگ میزنه رفیقام در کجاش خوب میکنن، در کجا ششلی خوبه فلان جا میریم 400 500 سوم در میخریم، لکن بی‌وزن فکر نمیکنیم که آردای کجا میخره. الله میگه که بخشیدم شونه، بعد ملائکه میگن که یک رهگذر بود، یکی در آمد، الله میگورم بخشیدم، الله میگورم بخشیدم. و ذکرهم الله فی من عنده، نام هر یک تمام الله در نزد ملائکه میگیره، نام یک و یک مونه در نزد الله میگیره. در آخر حدیث پیغمبر علیه السلام میگه که و من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، کسی خودش عمل نکرد نسبش با بیش و پدرش او یاردم کرده نمیتوند. اگر یک کس بی نماز باشه پدرت پیغمبر هم باشه تر یاری داده نمیتوند. این مولای شما سبسته، اگر پدرت پیغمبر باشه یاری داده نمیتوند. برای چی؟ برای که عایشه مادر و پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ دختر جانی من ترا دوست میدارم، من ترا دوست میدارم، تو جیگره که می از مال دنیا هر چی بخوای میتونم، لکن از عذاب خدا چیرا کم کردن نمیتونم. این را کی گفته؟ پیغمبر برای دخترش گفته. این در حدیث در بخاریه، این حدیث در یگان بگیم که در سنن ترمذی یا که سنن ابوداوود یا که سنن بیهقی باشه یا که سنن نسائی باشه، نه این در بخاری آمده است. وقتی که آیت آمد و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبر علیه السلام خیش تبرت از قیامت بترسون، بعد عمش صفیه را دعوت کرد، عباس عمکش فریاد کرد، دخترش فریاد کرد، عمک جان با امیدی من نشید که جانی ما پیغمبر است گفته از خدا بترسید، عبادت خدا را بکنید. دخترش چی گفت؟ دختر جانی من از مال دنیا هر چی میخوای میتونم تا چنین قوتم، لکن عذاب خدا چی را کم کردن نمیتونم. ای خدا بترسید، با امیدی نسب ما نشیم، خودمون عمل کنیم. ولا تزیر وازیره وزر اخرى، الله میگه که هر کس گناه خودش خود جواب میگه، هیچ کس اصلا یک کس جواب گفته نمیتونه. برای این سبب خداوند جل و علا ما و شما را رفیقای خوب بتیه که ما و شما را همیشه به سوی طاعت عبادت دعوت بکنه، ما و شما را به سوی گناه دعوت نکنه. انا می حدیث ان شاء الله میگم، بعد ان شاء الله نور علی نور، بعد یک چی میخرید، این قیمتایی که زفرجان خرید این را باید ما حلال کرده بخریم، این را باید ما سزاوار باشیم بعد بخریم. اومده بعد را بخریم و فوش کرده هم بخیزیم، همچنانه که پیغمبر علیه السلام میگه که اگر انسانی که در یک معرکه بشینه، در اون معرکه ذکر الله نشوه، صلوات بر پیغمبر نشوه، یگان سخن قیامت نشوه، مثل یک حیوانی که در صحرا میموره، کرگسا میان او را پاره کرده پریده میرن، همین انسانا کشان بر کرگسا مانند کرده است. ما و شما کرگس نیستیم ان شاء الله، ما و شما مسلمانی حقیقیم، ما و شما مومن حقیقیم ان شاء الله. پیش از خوردن ما حدیث میگیم، یک آیت میگیم که بعد ان شاء الله قطعی صاحب خانه خرسندانه میکنیم. خب حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه همگی در جاهلیت نامش عبدالشمس بود، پیغمبر علیه السلام نامش عبدالرحمن مونده. ابی هریره کنیش است. وقتی که پیغمبر علیه السلام گذشت در بغلش پیشک بود، یا پیشکچه بود، بچه گفت انت ابو هریره، تو پدر این پیشکچه، همین لقب شیده، نامش عبدالرحمن بود. 3-4 سال قدی پیغمبر علیه السلام همراه بود، 6000 حدیث از پیغمبر روایت کرده است. 6000 حدیث، از همه زیاد در حدیث ابی هریره زیاد حدیث روایت کرده است. ابی هریره وقتی میپرسیدن که از تو زیادتر کسی حدیث زیاد میدونست، میگو بله از ما زیادتر میدونست حضرت انا کی بود،
عبدالله ابن عمرو ابن عاص از من زیادتر میدونست، از من زیادتر بود. خوبیش همین بود که وای حفظ میکرد و نوشته میکرد، لیکن من حفظ میکردم و نوشته نمیکردم. لیکن او از مرکز بیرون رفت، طرف یمن و مصر رفت و 700 حدیث روایت کرده است، لیکن من 6000 حدیث روایت کردم میگه امام ابی هریره. انا ابی هریره میگه که و عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه همراه پیغمبر علیه السلام ای برادران ارجمند، حتی عمر ابن خطاب میگه که ای عمر وای بر تو از قفای بازار گشتی، ابی هریره از قفای پیغمبر گشت. امروز من از ابی هریره مسئله میپرسم. خیلی نیست این روز اگر یک از یک اهل علم خوب بگرده سبحان الله دیگه کسایی میپرسن که همین حضرت در این مورد چی گفته گاز کو اکا کو گابزن میگه همین خیلی در فلان جا شیشتیم همین مسئله رو بیان کرد. خب ابی هریره چی مسئله میشید؟ ابی هریره میپرسیدن. برای این سبب میگه در نزد پیغمبر علیه السلام نشسته بودیم، پیغمبر اصلا گفت و قال نبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر گفت چی گفته؟ سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. روز قیامت بسیار روز سخت است، آفتاب فرود میآید، بعضی عرقای انسان تا بجلک میخیزه، بعضی تا زانو میخیزه، بعضی تا سینه رو میخیزه، بعضی تا لب، بعضی تا گوش. روز سخت است اونجا. انا همون روزی سختی ده، انا می 7 کسی که 7 خصلت داشته باشد در سایه عرش الله جای میگیرد. خداوند جلال ما و شما را و صاحب خاندانم سایه عرش نصیب روزی بگرداند. یه حدیث برای وی میگم که در اینجا رفیقی را پیغمبر بیان کرده است. اصلی شاهدی ما و شما که باید ما چه رفیقی کنیم که سزاوار هم خیلی باشیم. و نشو که رفیقی ما امروز زفر باید قچ رفت آمد کنیم، پگه کم بغل باشه سیم کارت ما نالش کنیم، زفر وقت ندارم. استغفر الله العظیم. توجیه هم خیلی میشه، موزیکش کم ای توجیه که بچم. بچم الله کی سیم کارتش نمیکشه. شب ساعتی 2 زنگ بزن الله لبیک میگه، ساعتی 4 شب بزن لبیک بنده میگه. این توجیه که در مصیبت بزنه در تلفنش حلش میکنه. الله متعال همیشه بنده را چی میگه؟ لبیک. ای بنده من چی پرابلم داری حل کن. سبحان الله. در حدیث صحیح مسلم پیغمبر چی میگه؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا حين يبقى من ثلث الليل الاخير. هر شبی سیک اخیر الله رب العالمین از بالای عرش به سوی آسمان دنیا فرود میآید. چی میگه؟ سوال میکنه. الله چی میگه؟ ما یسألونی فاعطیه. کی سوال داره سوالش عطا بکنم؟ کی سوال داره سوالش عطا بکنم؟ ما یستغفرونی فاغفر له. کی استغفار گناه داره توبه کنه گناهش ببخشم. ما یدعونی فاستجیب له. کی دعا کی میخواند مرا کی دعاش اجابت کنه. تا صبح میدنه ما که خویم تا ساعت 1 داره تلویزیون گوش میکنیم کینوهای نعوذ بالله هر خیلی گوش میکنیم با بامدادم خسته نمیتونیم. استغفر الله العظیم و اتوب الیه. کینوی ترکی، سریال ترکی 7 گروه در تگ عرش الله جای میگیرند. یکمش اصحاب پرسیدند این 7 گروه کدام است ای رسول خدا؟ پیغمبر علیه السلام گفت که الامام العادل. من شما را یک چی مسئله را بیان میکنم. در هر جا لفظ مرد آمد زنم کوش است. در هر جا که در قرآن و در سنت لفظ مرد آمد زنم کوش است، مگر در بعضی جا استثناء پیغمبر علیه السلام استثناء کرده است. اینجا الامام العادل، سرداری عادل فرق نداره. ای رئیس جمهور سر کرده تا پدر و مادر، تا آدمی پسترین که در بالای خاندان سردار است، کسی که عادلی کنه در بین مثلا فرزنداش ظلم نکنه. همچنین که پیغمبر علیه السلام نشسته بود یک صحابی اومد گفت که یا رسول الله شاهد باش که من در فلان فرزندم مال و ملک میتونم. گفت که چند فرزند داری؟ گفت که 3-4 تا دارم. در دیگراش چی؟ او دیگراش نه. گفت که از خدا بترس، من در ظلم شاهد نمیشم. اتقوا الله و عدلوا بین اولادکم. از خدا بترس در بین فرزنداتون عادلی کنید. حتی محدثین کرام میگه که کسی یک فرزندش 2 بار بوسه کرد، یک تاش 1 بار بوسه کرد، در نزد الله جواب میگه هر دوشو برابر بوسه کن، هر دوشو برابر دوست بدار. یک دیگر که سر در آمده پول میاره گفته تعریف نکن، او بچه دلش خنک میشه، اوش زیادتر دوست بدار. بگو بچم تو با برکتی. لیکن توجیه امروز کدام بچه‌اش که پول بسیار داشته باشه او را تعریف تو نمیشی خودت نمیشی. الله تعالی داده تو پدر شدی، این را دوست بدار.
تعریفش کنیم یک روز آدمی خوب میشه. برای چی ما شما رو پدر میگن؟ به خاطر فرزندام پدر میگن. مادر برای چی مادر میگن؟ به خاطری که فرزند داره. اگر الله سبحانه و تعالی ما شما رو فرزند نتیه، رفته رادام یک ولد زینا را 4-5 هزار دلار ده بیاد دکومین کو پگه کلان شوه، همین زن تبا میگیره. این بچه بیگانه تا 5 بار تا 2 سال شیر نتیه فرزند شیده نمیتوند. وای خونی وای بیگانه، بوش بیگانه. الله داده خونه میدوریم. دادا جان گفته میدم فرزندامون. اینا کی داد؟ و ما بكم من نعمت فمن الله. الله میگه هر نعمتی که بنده در تو است، من دادم. فرزند ما دادم ترا، چشم رو ما دادم، گوش شنوا، زبان شنوا، دست و پا ما دادم. میخوری ای گلوت پایان میره، با حاجت خونه میری، من برای تو آسان کردم. چرا الله رو نشناسیم؟ میشینیم دیگه کس تعریف میکنیم. یک جا داشتم میگه شفی مزوره. گفتم بچم شفی مزوره. گو بابی شفی مزوره. گفتم بچم شفی مزوری زوره. گو بابی شفی تو که؟ گفتم شفی ما الله. شفی تو که؟ گو بابی شفی تو زور بوده. شفی ما هم قوری شفت میکنم، قوری خود میکنم. او شفی ما چه شفی زوره؟ سبحان الله. برای یکم امام عادل، کسی که سرداری خوب کنه، ظلم نکنه. ما کوتاه میگه. دویمش و شاب نشا فی عبادت ربی. دویم جوانی که از ترس الله به زنا و به عرق به نکاح اسلامی رسیده. خود دختری که از خدا ترسیده کلان شده شوهر کرده به طاعت الله هم از دنیا میرد. انم در تگی سایه عرش الله جای میگیرد. دویمش و رجل قلبه معلق بالمساجد. مردی که مسجد دوست می‌دارد، در اینجا زن داخل نیست، برای که نماز زن در خانه بهتر است از نماز مسجد. اینجا در باری رفتهای مسجد زن داخل نیست، از دو تاش داخل بود. سرداری خانه مادری باشه، دختراش تربیت بکنه که یوبکنه پوشانه، ستر کنه. سبحان الله. بگو دختر جان آتت بیابرو نکو، از خدا بترس. پگه الله میپرسه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پگه پدرم جواب میگه، مادرم در نزد الله جواب میگه. ای فرزنداش. خب چهارمش و رجلان تحابا فی الله. شاهد ما نمی است. دو مردی که یکدیگر تا دوستی میکنن، اجتماع علی و تفرق علی، به خاطر الله دوست میداریشه. اگر کسی ما زفرجان که دوست بدارم، واسه دوست میدارم، برای می اومدم در روش میگم که زفرجان من ترا به خاطر الله دوست میدارم. سنته که انی احبک فی الله، من ترا به خاطر الله دوست میدارم. باید آشکار کنی ترا که دوست بداری، در روش بگو که من ترا به خاطر الله دوست میدارم. لیکن دیگر کسا گفت نمیگیره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زیناکار نمیشه، من ترا به خاطر الله بعد میبینم، خونت نمیرم، خاطر رفت آمد نمیکنم. دوستی مانم به خاطر الله باشه، جدایی هم به خاطر الله باشد. الحب لله و البغض فی الله. یعنی ولا برای در بین مسلمان ها باشه. یک کسی میبینی مسلمانه گپ تا میگیره، گپی خدا رسول میگیره، او را دوست بدار. یک کسی میبینی که پسر نمیکره، کم بغل بود، آزی بایشیده. تاجیک مردم باور که اگر آپل بگیره قطعی همسرش قهری میشه، اگر لکسوس بگیره قطعی پادیس قهری میشه. لانکروزر بگیره میگه دوشنبه ده چنین آدم نیست که قدیم ما برابر باشه. او میگه مسکو قدیم باید ما چخچخ کنیم. استغفر الله العظیم و اتوب الیه. سبحان الله. پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ و ما تواضع احد لله الا رفعه الله. کسی تواضع کند خش پس بگیرد، الله بلندش میکند. کسی فوکش چخ کرد، کبر کرد، الله نابودش میکند. الله متکبر است، هیچ کار پسر نمیکند. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله میگه من خالقی هستم، من متکبرم. اگر تو بنده کبر کردی، ترا نابود میکنم، ترا بی آبرو میکنم. دوستی مانم به خاطر الله باشه، جدا شویم به خاطر الله باشه. سبحان الله. پنجمش و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فیقول اینی اخاف الله رب العالمین. یک مرد زیبا، جوانی زیبا، پولدار در کوچه شهر رفته است، دختر من میکنه، میگه دختری خاله چی خدمت؟ میگه بیا من رستوران بر قدیم زینا کن. این چی میگه؟ اگر بگو که کرنویروسی
ویسپیدی الله سبحانه و تعالی میگه زیناکار بنویسید. یا ایمن نترسید، نگفت که اینی اخاف الله رب العالمین، ما از خدا میترسم، نگفت رنگی تو خواهر دارم، نگفت رنگی تو اپا دارم، نگفت رنگی تو مادر دارم، نگفت رنگی تو خاله دارم، نگفت رنگی تو عمه دارم، نگفت. گفت که کرنوی رو سیازی ممکن نیست، بازی ویسپیدی ممکن نیست. الله میگه زیناکار بنویسید. یا ایمن نترسید. اگر میگو که من از خدا میترسم، الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ایرا در گروه بنویسید که در روز محشر در زیر سایه عرش جای میگیرد. در سایه عرش جای میگیرد. انمی مرد زیبایی که چی میگه؟ اینی اخاف الله، من از خدا میترسم، خدا من نگه داره. این ربک لبالمرصاد، الله من نظارت داره، الله من نظارت داره، الله من نگاه داره. سبحان الله، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله مثل مانند نداره، الله شنواست، الله بیناست، الله میبینه. انمی جوانی که بگوه که من از خدا میترسم، در تگی سایه عرش الله جای میگیرد. و ششمش تصدق فاخفى ما تنفق یمینه، مرد صدقات میتید در راه الله و دست راستش حتی دست چپش خبردار نمیشه که دست راست چی داده. سبحان الله. چیزی که صدقات دادیم ای ماست، چیزی که جمع کرده ای ما نیست. خوردی پوشیدی صدقات کردی ای خودمون است، لیکن جمع کردگی دیگه کس میخورد. سبحان الله. هفتمش و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. هفتمش مردی که سبحان الله شب نیمی شب میخیزه طهارت میکنه، چراغا را میکشه، دو رکعت نماز میخونه، در سجده گیره میکنه. خداوندا مرا نعمت بسیار دادی، من شکر کم کردم. آب چشم میریزاند. سبحان الله. برای آب چشم ریزاندن اول دل نرم کردن در کار. دهقانای ما شما اگر بخوان کارچکا بگیرن زمینشان جفت میکنن، سنگاشو میچینن، علفاشو میچینن، پارو میزنن، دارو میزنن، بعد کارچکا رو میکنن که نرم واسه خوب بگیرن. ما شما اگر بخوان که دلای ما حاصل خیز باشه، این دل نرم کردن در کار. دل ما رو چی نرم میکنن؟ یک جوان از پیغمبر علیه السلام آمد گفت که پیغمبر علیه السلام دل ما سخت است، چیکار کنم نرم شود؟ یک جوان نزدیک رنگی دودرم آمدن، جوان زیبا گفت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم دل ما سخت شده است، رنگی سنگ، چیکار کنم دل نرم شود؟ پیغمبر علیه السلام دو کار کو گفتن دل نرم میشد. دو کار کو دل نرم میشه. گفت چیکار کنم؟ گفت که وامسح رأس الیتیم، خانه یتیم برای سرش مس کش. خانه یتیم برای، خانه بی پدر برای و بی زندگی شونه سرش چیکار کن؟ یک بار مس بکش به خاطر الله. خانه یتیم برای، یتیم گفته بی پدر هم میگن. در انسان بی پدر یتیم میگن، در حیوان، در انسان بی پدر یتیم میگن، در حیوان بی مادر یتیم میگن، در پرنده بی پدر و بی مادر یتیم میگن. برای که پرنده هر کدامش رول خودش بازی کرده میتونه. برای این سبب پیغمبر علیه السلام گفت که وامسح رأس الیتیم، سر یتیم مس بکش، برای قطیش طعام بخور چی میخوره، بعد بیا خونه و نگاه که تو چی میخوری. سبحان الله. برای شوربای بیگوشت یتیم بین، کدوش بین، کدو بخورن، سنت کدو خوردن، گوش ندارد شوربای یتیم. سبحان الله. ما در قصرهای بلند، سبحان الله، فقط الله میپرسه ما. بعضی بایا میرن حق یتیم میخورن، پدرش مرده، مردش ایرسه میارن، 5 ساله بچه داره، 7 ساله بچه داره، میرن دوشنبگی پنجشنبه حق، فقط در روز قیامت یتیم ای کشتری همین خیلی حرام خور میقپه. بیا نزد الله بریم تحقی مرا خوردگی. ما بچه میگفتم شکلات، میگم ملوها میایم. من میگفتم بچه جان قگوشته، میگم ملوهای پنجشنبه خور میایم. حقی مرا شما میخورید، بیا بریم در نزد الله جواب بکن. الله حرام گفته که در قرآن حق یتیم ان سوره نساء 10 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون نارا و سيصلون سعيرا. الله میگه هر کسی حق یتیم میخورد آتش میخورد و بزودی داخل جهنم میدروید. ما ای جهنم نمیترسیم، نعوذ بالله.
پیغمبر علیه الصلاه و السلام چی گفت؟ امسح رأس الیتیم، سر یتیم مس بکش، برو خون یتیم یاردن بکن. انا و کافی الیتیم فی الجنه هکذا و اشار الی اصبعیه. پیغمبر علیه السلام گفت که کسی یتیم دستگیری کنه در جنت قطیم بر ببری ما جنت میدروید. اما چیکار میکنیم بنام الله؟ حق یتیم میخوریم بی شرم و بی حیا. و جایی که یتیم لباس بخریم، کتاب بخریم، دفتر بخریم، مکتب برو، پاپوشی بخریم. پیش از زمستان یک پاپوشی خیتوین ترکی خریده بودیم شه مکتب برو، حقش میخوریم. سبحان الله. اگر بویای تاجیک زکاتاشون نبودیم در تاجیکستان ما کم بغل نمیموند. خداوند بویا را پروردگار توفیق بودیم که زکات بودیم. این حقی خاصی خودش یتیمه. این پولی بوینه حقی خودش بودیم یتیمه. بیوزن حقی خودش بودیم. حق دارن در بالای ما. برای این پیغمبر گفت که دل دو کار کنی دل نرم میشه. یکی خانه یتیم برو، سر یتیم مس بکش. دیگه چی؟ و اطعم المساکین، کم بغلا رو برده آر بوده، روغن بوده، دل نرم میشه. یک بار بر خانه کم بغلا بود رو قالی نداره، پلاس کهنه داره. سبحان الله. خداوند این صدقات قبول بگردونه و گذشته‌های ظفرجان پروردگار رحمت بکنه. خداوند این محفل کسی اشتراک کرد، خداوند گناهامون رو ببخشه و پروردگار متعال مشکلات ما و شما را حل کنه. خداوند ما و شما را حلال خور بگردانه. حق یتیم نخوریم پروردگار و هر مراد و مقصودی در دنیا و در قیامت داشته باشیم برسانمونه. خداوند پروردگار فرزندامون هدایت کنه، دختران دوشه رو با حیا بگردانه و پروردگار ما و شما را از راه صراط المستقیم بیرون نسازه. همیشه با یاد الله با یاد رسول باشیم.